مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 28 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 15:50 راننده автомашини тамғаи اوپل استرا قادرов سمندر طاهرویچ سال تولدش 1993 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در حدود پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبر آمده به دیوارچه کنار چپ رو برخورده. بعداً پیادهگرد عثمانوف سهراب رستمویچ سال تولدش 2002 ساکن ناحیه ورزاب را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد عثمانوف جراحات وزنی جسمانی برداشته، خود راننده قادرов در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه ادامه دارد. قبلا گزارش شده بود که تنها در 2 روز 25 و 26 دکامبر در 6 صدمه در گوشه های گوناگون تاجیکستان دست کم 6 نفر جان باختند.